بیسیک کارمون اینه که بتونید هر آهنگی رو که میشنوید اجرا بکنید. این قسمت ما کرون کنیم و منفی 50 رو روی حالت اول قرار بدیم. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما ارگ برتریای دوست داشتنی. به این ویدیو خیلی خوش اومدید. طی این ویدیو ما میخوایم آموزش آهنگ ترکی L7 که همین اواخر داخل کانال آپلود کردیم رو خدمت شما آموزش بدیم. پس تا ادامه ویدیو با ما همراه باشید. دوستان قبل از اینکه بخوام آموزش رو شروع بکنم به خاطر گرفتگی صدام از شما عذرخواهی میکنم، به خاطر سرماخوردگی هستش. امیدوارم که ناخشنود از این موضوع نباشید. بسیار عالی. برای نواختن این آهنگ بنده میخوام طوری توضیح بدم که در کوتاه‌ترین زمان ممکن سریع‌ترین خروجی رو بگیریم. یعنی ست رو طوری تنظیم کردم که سازها، ریتم‌ها و اکتاو و سیستم آهنگ و هر چیزی که هستش رو خدمت شما بگم که به چه صورته و فکر میکنم چیزهای جزئی رو باید تغییر بدید. یعنی وقتی که ست رو وارد برنامه میکنید این یک سری مسائل جزئی رو که تغییر بدید اون خروجی رو خواهد داد. پس بنابراین ما ست رو وارد برنامه میکنیم. وقتی که ست رو وارد برنامه کردید با یه همچین صفحه‌ای مواجه خواهید شد. یعنی دوتا ساز روشنه، البته اگه اسلیپ میکستون فعال باشه و اینکه روی مثلا همین حالتی که هست خواهد بود. خب در مرحله اول ما باید عنوان کلاویه رو روشن بکنیم که طبق اون نوت‌ها و اعداد نوتی آهنگ رو خدمت شما ارائه بدیم. ولی برای اینکه ویدیو طولانی نشه اعداد نوتی رو برای شما قرار نمیدم و با نوت که یک چیز عامیانه تر، مهمتر و عمیق‌تر خدمت شما آموزش رو صورت میدم. ما برای فعال سازی عنوان کلاویه وارد بخش منو میشیم، از قسمت ستینگ وارد بخش کیبورد میشیم و عنوان کلاویه رو روی سومین حالت قرار میدیم و برمیگردیم به عقب و اینجا دکمه بازگشت رو میزنیم و میبینیم که همین صفحه برای ما میاد و عنوان کلاویه در دو رنگ برای ما فعال هستش. اگه برای شما کلیدهای سیاهتون مثل برای من کوتاه نیست، دوباره میتونید در قسمت منو وارد ستینگ بشید، از قسمت کیبورد اینجا اندازه کلیدهای سیاه رو روی حالت شورت قرار بدید تا خیلی کوتاه بشه و توی ملودی هایی که نیازی به کلیدهای شورت نداریم اونجا ازشون استفاده بکنیم که مزاحم کار ما نشن. بسیار عالی. ما ریتم چهارم رو انتخاب میکنیم برای شروع نواختن این آهنگ و تمپومون رو طبق چیزی که مد نظر خودمونه تنظیم میکنیم. یعنی اصلا مهم نیست که من توی این ویدیو این تمپو رو روی مثلا 115 گذاشتم حتما شما باید این کار رو انجام بدید. خیر، موسیقی یک مزیتی که داره اینه که هر کسی میتونه توی انجام هنر خودش آزادانه رفتار بکنه، ولی به شرط اینکه درست اجرا بکنه. یعنی من دوست دارم تمپو رو ببرم بالا ولی سر ضرب اجرا کنم، یا تمپو رو بیارم پایین و سر ضرب اجرا بکنم. این مزیت به نظر من بسیار عالی هنره. خب ما یک تمو میشنویم از این ریتم. از اینجا تمپو رو میاریم پایین تر. برای مثال من روی 120 توی این ویدیو قرار دادم. حالا نمیدونم ویدیوی قبلی که آپلود شد روی چند بود، ولی این روی 120. حالا خودتون شما هم میتونید تغییر بدید. بسیار عالی. نکته مهمی که بعد انتخاب ریتم تأثیرگذار هستش اینه که از این قسمت ما کرون کنیم و منفی 50 رو روی حالت اول قرار بدیم. بسیار عالی. حالا اینجا یک نکته هستش که باید حتما بهش رعایت بکنید. از قسمت تب وارد قسمت کیبورد ست میشیم و این قسمت اول رو، یعنی از سمت چپ توی این کادر، چند ثانیه ما این رو نگه میداریم تا این دوتا ساز پیشورز خود ست به عنوان اولین کیبورد ست ما انتخاب بشن. خیلی راحت. یک نمو بشنویم. به همین صورت. خب نکته بعدی اینه که اسکن آکوردمون باید حتما فعال باشه
که ما اگه اسکن آکوردمون فعال نباشه اسمش روشه دیگه، آکورد اسکن ما فعال نخواهد بود. نگاه کنید. این آکوردی که به طور خودکار برای هر نوت ارائه میشه فعال نخواهد بود. حالا میمونه سایر تنظیمات این آهنگ. ببینید ما بیسیک کارمون اینه که یعنی کلیت آموزشایی که توی این کانال و یا هر دوره‌ای داده میشه اینه که شما بتونید هر آهنگی رو که میشنوید اجرا بکنید، چه با عدد، چه با نوت، چه با گوش موسیقیایی، چه با هر روش ابداعی دیگه. یعنی من و همکاران بنده توی این موضوع تمام سعی و تلاششون اینه که شما بتونید هر آهنگی رو که میشنوید خیلی عالی اجرا بکنید و این خیلی حائز اهمیته. بنابراین شما فقط اتکا نکنید به این که من چه توضیحاتی رو میدم یا همکار بنده چه توضیحاتی رو میده و دقیقاً با همون روش بخواید پیش برید. خیر، شما میتونید با یک روشی که حتی به ذهن من هم نمیرسه بهترین نوازنده بشید یا توی هر کاری با روش ابداعی خودتون بهترین نوازنده بشید. اما نکاتی که ما و همکاران بنده بهش اشاره میکنن نکات بسیار مهمیه، چون ما تمامی مراحل رو طی کردیم و مثلا به این رأی رسیدیم که آقا شما اگه این کار انجام بدی خیلی زودتر نتیجه میگیری، پس از این راه نرو، از این راه برو. همین این نکته است که کار ما رو مهم میکنه. بسیار عالی. پس ما ریتم رو انتخاب کردیم، ساز رو انتخاب کردیم. حالا ساز دوم رو هم میتونیم حین اجرای آهنگ عوض کنیم. حالا مهم نیست دقیقاً چه سازی، ولی برای مثال مثلا ساز زیاد است، همین ساز رو مثلا انتخاب میکنیم برای اجرای ساز دوم. بسیار عالی. یک نکته‌ای که بسیار مهم هستش توی این آموزش اینه که این آهنگ، یعنی این چیزی که الان میخوام خدمت شما آموزش بدم، کلاً 2 خط نوته. یعنی شما با این 2 خط نوت میتونید یک مجلس رو بگردونید خیلی راحت. یعنی شما این 2 خط نوت رو میزنید، خواننده میخونه، دوباره همین 2 خط نوت رو میزنید، دوباره خواننده میخونه و وسطاش یه ابداعی خودتون در میارید و بداهه نوازی میکنید و تمام. آهنگ 3-4 دقیقه‌ای تموم شد. با 2 تا خط نوت شما میتونید این موارد رو خیلی راحت یاد بگیرید. بسیار عالی. بریم برای ادامه ویدیو و توضیحات نوت آهنگ. این آهنگ از کلید سی شروع میشه، خط اولش به این صورت که اجرا میکنم: سی دو ره 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 سی دو سی لا. نگاه کنید. پس یک بار دیگه تکرار میکنم: سی دو ره 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 سی دو سی لا. به این دقیقاً به این کشش های هر نوت توجه بکنید، چون این روش سولفژی نیست و دقیقاً موسیقیایی نیست، چون اینجا کشش زمانی و میزان ضرب در هر میزان رو ما توی این حروف انگلیسی نمیتونید شما تشخیص بدید. بنابراین مرجع تشخیص کشش زمانی هر نوت توی این آموزش اینه که همونطوری که بنده اجرا میکنم شما اجرا بکنید. یعنی تنها جایی که من میتونم به شما بگم که حتما از گفته های بنده اطاعت کنید یا پیروی کنید همین بخشه. پس خط اول شد سی دو ره 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 سی دو سی لا. حالا با ریتم میشنویم. بسیار عالی. به همین راحتی همین خط رو ما 2 بار تکرار میکنیم، 2 بار 3 بار، هر چند بار که دوست داریم تکرار میکنیم. پس این یه خط ملودی رو 2 بار 3 بار و هر چند بار که دوست داریم تکرار میکنیم بنا به نظر خواننده. خب خط بعدی هم دقیقاً همینه، اما به چه صورته؟ از خط اول گوش کنیم. اینجا میگه می میره دوره ره 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 سی دو سی لا. می میره دوره ره 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 سی دو سی لا. نگاه کنید. به همین راحتی. حالا ما این رو بخوایم پشت سر هم بشنویم به چه صورت میشه؟ من به صورت بسیار آماتور با چیزی که طبق نوت هست میزنم.
آهنگ به این راحتی و به این معروفی که ترکی هم هستش و حالایی هستش و خیلی جا میشه استفاده کرد و بسیار راحت یاد گرفتیم و همین واقعا آموزش چیزی فراتر از این نیست و خیلی راحت شما میتونید یاد بگیرید. و اینکه حالا میتونید حین اجرای آهنگ از پدها استفاده بکنید و این تشویق ها و این مواردی که اینجا هستن که داخل خود ست هم هستش میتونید این موارد استفاده بکنید. باز هم عذرخواهی میکنم بابت این که من نمیتونم زیاد بلند صحبت کنم یا انرژی آنچنانی بهتون بدم، به خاطر اینکه صدام گرفته. از این بابت ازتون عذرخواهی میکنم. اوکی، این از آموزش امروز ما. نوت هم در کانال نوتکده تلگرام و روبیکا بارگذاری میشه و همینطور ست این آهنگ هم داخل روبیکا و تلگرام بارگذاری خواهد شد. از همونجا میتونید دانلود کنید. و یه نکته‌ای که خیلی مهمه و دوستان اصلا بهش توجه نمی‌کنن، این نکته است که آقا ست خودش استخراج شده است، یعنی شما نیازی نیست این ست رو دوباره استخراج بکنید، فقط کافیه دانلودش بکنید و یک پوشه داخل ارگ گوشیتون بسازید و از قسمت منو وارد کردن یک ست، از همونجا اون ست رو بارگذاری بکنید. خیلی راحت، یعنی نمیخواد اصلا خودتون رو درگیر این موضوع بکنید که اینو من چجوری استخراج کنم، چه کار کنم و چه بلایی سرش بیارم. نه، اینطور نیست و شما خیلی راحت میتونید از این موضوع استفاده بکنید. خب آموزش امروز ما به پایان رسید. امیدوارم که خیلی عالی یاد گرفته باشید و اگر هم اشتباه میکنید توی اجرا و نواختن آهنگ اصلا استرس نگیرید، چرا که اصلا مهم نیست اشتباه نواختن، چون ما واسه دل خودمون داریم هنریات میگیریم و اجرا میکنیم و هر چقدر هم اشتباه بزنیم بالاخره یک روزی درست خواهیم زد. فعلا خدا نگهدار.